زکات فطر. در پایان ماه مبارک رمضان در هر سال هجری قمری عید فطر برای مسلمانان فرا می رسد که مناسبت خوشی و شادمانی و دید و بازدید میان مسلمانان می باشد و در این عید الله تعالی بر هر مسلمانی که شب و روز عید را دریافته زکاتی واجب گردانیده. در روز عید و یا شب عید مالک یک سا و پیمانه مواد غذایی چون برنج، خرما و گندم اضافه از خوراک‌های خانواده‌اش اگر شد و یک سا تقریباً برابر با 2 کیلو و 40 گرم است پرداخت می‌کند. برای زکات فطر دهنده لازم است تا زکات فطر خود، همسر و کسانی را که نفقه‌شان بر وی میباشد اگرچه جنین در شکم مادرش باشد نیز بپردازد. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما می‌فرماید رسول الله صلی الله علیه و سلم زکات فطر را 1 سا خرما و یا 1 سا جو بر برده و آزاد، مرد و زن، کوچک و بزرگ مسلمان فرض گردانیده و امر کردند که پیش از رفتن به نماز عید داده شود و بهترین وقت دادن زکات فطر روز عید است که پس از طلوع فجر و پیش از ادای نماز عید داده شود و تقدیم آن 1 روز و یا 2 روز قبل از عید نیز جایز است، زیرا که صحابه کرام چنین کردند و تأخیر کردنش تا بعد از نماز عید جواز ندارد، به دلیل حدیث ابن عباس رضی الله عنهما که آمده است کسی که قبل از نماز عید ادا کرد زکات قبول شده است و کسی که بعد از نماز عید ادا کرد صدقه ای از صدقات می باشد. تذکرات: علما ملاحظات مختلف و مهمی در زکات دارند. اول، اصل در زکات جدا کردن از خود همان چیزی که زکاتش واجب شده می باشد، ولی اگر ضرورت و یا مصلحت راجع ایجاب می کرد می توان بهای آن را پرداخت کرد. اصل این است که زکات مال از اختصاص سلطه می باشد که برای زکات دهندگان و تخمین شخصی آنها واگذار نشود. اگر در این موضوع مقامات سستی کردند مسئولیت شخصی بر عهده هر مسلمان است تا زکاتش را بپردازد. علما سرمایه گذاری اموال زکات در پروژه های منفعتبار به مستحقین زکات را جواز دادند اگر وضعیت عاجل برای صرف اموال زکات موجود نباشد. همانطوری که زکات حق دوره‌ای معین در مال است، حقوق دیگری غیر از زکات نیز بر اموال می باشد که صفت عارضی داشته و مقدارش معین نیست و مانند زکات نیز ثابت نمی باشد و به علت وجود مال واجب نمی شود، بلکه به عوامل و اسباب عارضی که مال در آن شرط است واجب می گردد و از مثالهای آن نفقه والدین، نزدیکان و همسر می باشد. از مثالهای آن اموالی که برای دفع ضرر هنگام فاجعه ها جمع آوری می شود اگر عائدات بیت المال کفایت آن را نکند. مالیات اگر عادلانه هم باشد از زکات مستغنا نمی گردد، زیرا که زکات عباداتی از عبادت هاست و مالیات یک التزام مدنی می باشد. هیچ یک از آنها نمی تواند جایگزین دیگری گردد.